دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوعی که میخواییم در موردش امروز بحث بکنیم بحث نگارش مقالات علمی هستش. ازتون خواهش دارم این فایل رو کامل ببینید، نوت برداری بکنید، تمام موارد و نکات و اصطلاحاتی که داخلش ذکر میشه رو خوب به خاطر بسپارید، چرا که در ادامه روند و مباحثی که قرار هست با هم بررسی بکنیم اینها بسیار کلیدی خواهند بود و خیلی ضروری هستن. ببینید، مقاله معمولا به نوشته گفته میشه که به منظور بررسی، تحلیل یا بیان نظرات در رابطه با یه موضوع خاصی عملا تهیه شده. مقالات مختلفی هم داریم، مقالات علمی، خبری، ادبی، تحلیلی، ورزشی که میتونن تو نشریات علمی، نشریات عمومی، روزنامه و به صورت آنلاین هم مورد چاپ قرار بگیرند. موضوع عمده‌ای که ما روش انشالله بیشتر بحث خواهیم کرد بحث مقالات علمی هستش. می‌بینید مقالات اصلا هدف‌های مختلفی برای نگارش دارن، یا به اشتراک گذاری اطلاعات رو شما دنبال میکنید، یا تأثیر گذاری یا آگاهی بخشی در یک موضوع برای جامعه، یا زمینه سازی میکنید برای ایجاد یک گفتگو و بحث در جامعه، یا ثبت و مستندسازی تحقیقاتتون رو میخواید انجام بدید که عملا هدف عمده نگارنده های مقاله این هست، و یا نهایتا هم بیان خلاقیت و اون افکار و ایده و تجربیاتی که دارید رو میخواید به اشتراک بذارید. عملا مقاله های علمی نوشته که بر اساس نتایج یک پژوهش یا تحقیق در یک قالب استاندارد و با هدف انتشارشون تو مجلات علمی تهیه میشه. یعنی ببینید، صرف نگارش مقاله علمی اهمیت نداره، شما باید موفق بشید این مقاله رو در یک جایی به چاپ برسونید، نه هر جایی. اینها رو انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. نشریات مختلف با نمایه ها، با اعتبارهای مختلف و حتی کنفرانس ها جاهایی هستن که شما میتونید اینها رو منتشر بکنید تا بتونید این تبادل اطلاعاتتون رو در جوامع علمی با پژوهشگران و یا مراکز علمی و دانشگاهی داشته باشید. خب، نگارش مقاله از خود تحقیق شروع میشه. اصلا ما میخوایم ببینیم تحقیق چیه. معمولا تحقیق یا پژوهش به یه فرایند نظاممند و برنامه ریزی شده که منظم هستش و برای کشف و افشای حقایق، حل مسائل، افزایش دانش در یک موضوع خاص میپردازه گفته میشه. خود تحقیق انواع مختلفی داره و هدفهای مختلفی رو دنبال میکنه. ببینید، کشف و نوآوری، حل مسائل، تایید نظریه ها، توسعه دانش، تصمیم گیری های آگاهانه، اینها معمولا اهدافی هستن که تحقیق داره دنبال میکنه. انواع مختلفی تحقیق هم ما میتونیم مثال بزنیم. ببینید، تحقیقات تاریخی، مثل تحقیقاتی که در گذشتگان ما رخ داده، تحقیقات توصیفی که به توصیف میتونیم بگیم سیستماتیک و وضعیت یک پدیده داره عملا میپردازه، تحقیقات همبستگی که روابط بین دو یا چند متغیر رو بررسی میکنیم. به عنوان مثال، هر چقدر چربی بدن بیشتر، امکان بیماری قلبی هم میتونه افزایش پیدا بکنه. تحقیقات علی تحقیقاتی هستن که به بررسی علت و اثر متغیرها روی هم دارن میپردازن، مثلا بررسی تبلیغات تلویزیونی بر افزایش فروش یک محصول. تحقیقات پیمایشی انواع تحقیقاتی هستن که بر اساس پرسشنامه و مصاحبه عملا به گردآوری داده ما میپردازیم و نهایتا بر اساس نگرش و عقاید افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند نتایجمون رو اعلام میکنیم، مثل انجام مصاحبه برای بررسی رضایت شغلی کارگران یک شرکت. تحقیقات تجربی رو داریم یا هم تحقیقات آزمایشی که برای بررسی و کنترل و تغییر متغیرها در شرایط کنترل شده روی یکدیگه عملا مورد بررسی قرار میگیره. مثلا تاثیر مکمل های خاص غذایی یا ورزشی بر بهبود عملکرد ورزشی در یک گروه کنترل شده. و نهایتا تحقیقات نیمه تجربی داریم که بیشتر عملا توی حوزه های اجتماعی، علوم انسانی بیشتر کاربرد داره، برای مثلا بررسی تاثیر
اجرای برنامه آموزشی جدید تو مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان بدون امکان کنترل کامل بر روی عوامل مؤثر. ببینید ما هر چیزی رو نمیتونیم توی تحقیقمون به عینه کنترل بکنیم. خب برای همینه که بعضی جاها میان عنوان میکنن که ما عوامل کنترل نشده ای هم داشتیم که ممکنه خطای آزمایشی ما رو در پی داشته باشه. خب خود این تحقیق یک فرایندی داره. تحقیق از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. ببینید هدف اول در تحقیق که ما داریم شروع میکنیم پیدا کردن مسئله است. اینه که یک موضوعی رو ما بتونیم پیدا بکنیم، انتخاب موضوع بکنیم، شناساییش بکنیم، یه تعریف دقیقی از مسئله یا سوالی که ما داریم رو بتونیم ارائه بکنیم. بعدش میتونیم پیشینه اون رو بررسی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی کسایی که قبل از ما در اون زمینه یا در زمینه مشابه موضوعی که ما میخوایم دنبال بکنیم کار کردن رو مورد بررسی قرار بدیم. یه منابعی، یه اطلاعات زمینه‌ای ازش داشته باشیم که بتونیم نهایتاً طرح ریزی تحقیقمون رو در قدم بعدی ما داشته باشیم. بعد از طرحریزی تحقیق شما اومدید یک شمای کلی، یک نقشه کلی برای تحقیقتون ایجاد کردید، به جمع آوری داده ها میپردازید. داده ها هم که گفتم چطور جمع بکنید، یا مصاحبه میکنید یا پیمایش میکنید یا آزمایش میکنید یا مشاهده میکنید. از این طریق داده ها رو جمع میکنید، اونها رو تحلیل میکنید. تحلیل دیتا ها بر اساس روابط ریاضی معمولا انجام میشه. اینها رو در ادامه خدمتتون به صورت مفصل خواهیم گفت. از تحلیل هاتون یک نتایجی رو میگیرید و این نتایج رو نهایتا میاید گزارش میکنید. حالا قدم به قدم با هم بریم جلو. ببینید ما 6 تا کلمه سوالی داریم که معمولا این 6 تا کلمه سوالی در فارسی برای پرسش به کار میرن. چرا این کار انجام شده؟ چطور این کار انجام شده؟ کی و کجا انجام شده؟ این کلمات استفهامی ابزارهای پایه‌ای در پرسشگری و گفتگو هستند که به تفهیم بهتر و کسب اطلاعات بیشتر و دقیقتر عملاً بسیار کمک میکنه و توی مقالات علمی تقریباً اکثر این کلمات رو شما به کار خواهید برد. تحقیق و پژوهش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره دیگه. نقش اساسی هم تو پیشرفت و توسعه جوامع علمی داره. ببینید دلایل اهمیت تحقیق و پژوهش رو ما میتونیم توی این ببینیم که افزایش دانش و درک رو داریم. شما وقتی روی یک موضوعی دارید تحقیق میکنید قاعدتاً چیزهای جدیدی دارید کشف میکنید. حل مسائل و بهبود شرایط زندگی رو از طریق ارتقاء کیفیت زندگی که به وسیله یافته هایی که به دست آوردید خواهید داشت. تسهیل در تصمیم گیری مبتنی بر شواهد رو شما دارید. چرا؟ تحقیقات معتبر علمی اطلاعاتی رو قاعدتا فراهم میکنن که میتونن به طراحان سیاست ها و رهبران در اتخاذ تصمیم ها کمک شایانی بکنن. شما میتونید نوآوری و پیشرفت فناوری رو داشته باشید، بهبود فرایندهای آموزشی رو داشته باشید. تحقیق حوزه آموزش میتونه مثلا بهبود روش‌های تدریس رو داشته باشه، توسعه برنامه‌های درسی، بهینه‌سازی فرآیندهای یادگیری رو به همراه داشته باشه، توسعه اقتصادی توی زمینه‌های مثلا مدیریت مالی و حسابداری و امور بانکی. اینها میتونن بسیار مفید باشن و نهایتاً افزایش آگاهی عمومی یکی از مواردی هستش که شما از طریق تحقیقات علمی اطلاعات دقیق و بروز در اختیار عموم قرار میدید که میتونن به شکلی دیدگاه‌های آگاهانه تر در جامعه و اتخاذ تصمیمات بهتر در زندگی روزمره کمک بکنن. خب امروزه توی اینستاگرام ما پست های بسیار زیادی رو میبینیم که دارن استناد میکنن به مقالات علمی. مثلا مصرف فلان ماده غذایی به صورت ناشتا میتونه چقدر برای ما مفید باشه یا نه میتونه چقدر مضر باشه. اینها استناداتی هستش که اون شخصی که داره برای شما این اطلاعات رو ارائه میکنه داره پیرو پژوهشی که یک فرد دیگر اون رو انجام داده در یک نشریه معتبر به چاپ رسونده خدمت شما ارائه میده. این کلیت تحقیق هست. یعنی شما دارید این کارها رو انجام میدید برای اینکه یک اطلاعات مفیدی رو به جامعه، چه جامعه عوام مردم، چه جامعه علمی و آکادمیک، چه دولت، چه سیاست ارائه بدید.
مسئله مهمی که شما از این به بعد باید دنبال اون باشید، بسیار حائز اهمیت است و حتما مد نظر قرار بدید، بحث اخلاقیات در نگارش مقالات و اصلا چاپ اونها است. ملاحظات اخلاقی در تحقیق و نشر علمی نه تنها برای حفظ اصول اخلاقی مهمه، بلکه اعتماد عمومی به فرایندهای علمی و نتایج تحقیقاتی هم افزایش میده. که به عنوان مثال میتونیم صداقت و دقت رو مثال بزنیم، اینکه ما دیتایی رو جعل نکنیم، از خودمون چیزی رو نشر ندیم، مسئولیت پذیری در انتشارات رو داشته باشیم که بدون کم و کاست نتیجه که به دست آوردیم نشر بدیم، پذیرش مالکیت معنوی و اعتباردهی رو داشته باشیم. خب ببینید، پذیرفتن حقوق مالکیت فکری و اعتبار دادن به اون کاری که داریم انجام میدیم، این اعتماد رو در جامعه به وجود میاره که شما یک فرد علمی هستی. سرقت ادبی، استفاده بدون اجازه از پژوهش های دیگران واقعا یک کار بسیار خطرناک و کاری هستش که میتونه شما رو بسیار دچار مشکل و دردسرهای بسیار زیادی بکنه. محافظت از شرکت کننده های انسانی است. ببینید بعضا ما معمولا توی رشته های پزشکی میان روی نمونه های انسانی کار میکنن. ممکنه این اشخاصی که روشون داره پژوهش، تحقیق یا آزمایش انجام میشه راضی به افشای هویتشون نداشته باشن. پس ما حتما باید از اون اشخاصی که داریم استفاده میکنیم محافظت بکنیم، محرمانگی اطلاعات رو حتما در نظر بگیریم، دسترسی آزاد و شفاف به نتایج پژوهش ها داشته باشیم. اینطور نباشه که عرض کردم خیلی از موارد رو بیایم کنار بگذاریم و اونها رو اعلام نکنیم. تعارض منافع، ببینید تعارض منافع عملا چیزی هستش که متاسفانه بعضا شاهد این هستیم. شرکت های داروسازی میان یک پژوهشی رو انجام میدن، نتایجی به دست میارن، به خاطر سودهای مالی کلان ممکنه بعضی از تحقیقات رو به صورت ناقص نشر بکنن، چرا که سود مالی اونها در گرو عدم انتشار نتایجی هستش که به دست اومده. پس رعایت اصول اخلاقی علاوه بر این که به اعتبار علمی شما میتونه بیافزاید، حفظ اعتبار علمی بکنه، اعتماد عمومی رو هم نسبت به تحقیقات علمی میتونه بیشتر بکنه و سلامت پژوهش ها، سلامت گزارش های علمی رو در جامعه تضمین بکنه. حالا چرا بحث اخلاق نشر رو ما داریم در پیش میگیریم؟ ببینید این موضوع یکی از موضوعات بسیار حیاتی است. در گذشته این اتفاقات وجود داشته که اومدن انسانها رو قربانی سیاستهای خودشون کردن، که به عنوان مثال واکسن‌های آلوده، خون‌های آلوده، به اسرایی که در جنگ‌ها اسیر شدن تزریق کردن تا انسانها رو به عنوان نمونه‌های زنده، به عنوان نمونه‌های انسانی مورد بررسی قرار بدن و نهایتا فقط به فکر سودهای مالی خودشون باشن. موارد بسیار زیادی از این مثال ها رو میتونیم ما داشته باشیم که به سربازان ژاپنی خونهای آلوده تزریق شده، بعد اصلا کارهای متاسفانه غیر اخلاقی انجام شده که اینها عملا در حال حاضر به صورت بسیار قوی توسط نشریات و سازمانهای علمی داره محکوم میشه و مواردی هستن که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. برای همین هستش که عملا قبل از اینکه شما مقالتون رو برای نشریات بفرستید، یک فرم برای آزمایش های بالینی که روی انسان انجام شده و بعضا روی حیوان انجام شده از شما میخوان که توسط آزمایشگاهتون، توسط مرکز و دانشگاهتون تایید شده باشه. پس مد نظر داشته باشید اگر کارتون توی حوزه انسانی هست، روی انسان آزمایش کردید، حتما باید یک گواهی هایی برای دیتاها و کاری که انجام میدید داشته باشید. دزدی ادبی، ببینید مورد بسیار بسیار خطرناک. شاید شما هم شنیده باشید که یک استادی از یک کشوری مقالی در یک نشریه تاپ چاپ کرده، ولی بعد از مدتی مقالهشون پس گرفته شده، ریترکت شده. اینها اصطلاحات رو به صورت کامل داخل گروه قرار میدم که میتونید اونها رو معادل فارسی انگلیسیش رو داشته باشید.
ببینید دزدی در جامعه عملا یک عمل ناشایست هست. چطور من اگر وسیله ای از شخص دیگری بدون اجازه اون بردارم، مصداق دزدی و جرم هست. خود استفاده از اطلاعات علمی دیگران، پژوهشگرانی که در دنیا مقالات رو نگارش کردن، زحمت کشیدن، هزینه کردن، زمان گذاشتن و یک مقاله ای رو چاپ کردن، من بدون اجازه این شخص بخوام از اون استفاده بکنم، این هم یک نوع دزدی هست. یکی از خطرناکترین اتفاقاتی که میتونه برای شما توی حوزه مقاله نویسی بیفته. تاکید میکنم روی این موضوع خیلی حساس باشید. خدمتتون انشالله خواهم گفت چطور میزان تشابه مقالتون با مقاله اشخاص دیگر رو مورد بررسی قرار بدید، این رو به حداقل برسونید. چند درصد تشابه در جوامع علمی، معمولا زیر 20% قابل قبول هست. نشریات اولین چیزی که بررسی میکنن همین تشابه مقاله شما با مقاله سایر نویسندگان هست. پس حتما مد نظر قرار بدید که این مسئله بسیار بسیار خطرناک، بسیار بسیار مسئله حائز اهمیتی هستش که نباید بی خود و سرسری ازش گذشت. این موارد رو انشالله اگر رعایت بفرمایید به امید خدا هیچ مشکلی در هیچ جایی براتون پیش نخواهد اومد. خب نهایتا با توجه به مواردی که خدمتتون عرض کردم، اون خواسته شما، اون چیزی که قاعدتا هدفی که دارید میاد شما رو ترغیب به نگارش مقاله میکنه. بعضی ها میخوان برای رزومه استفاده بکنن، بعضی ها برای دفاع از طرحشون، دفاع از پایان نامشون، گرفتن نمرهشون. خب بر اساس اون هدفی هم که شما دارید نشریات، نمایه های مقالات خب متفاوته. نشریات علمی عمومی، علمی ترویجی، علمی پژوهشی و الی آخر به ترتیبی که در اسلاید حاضر میبینید، ارزش و اعتبار علمی مقالات داره افزایش پیدا میکنه. ساده ترین جایی که شما میتونید مقالات رو چاپ بکنید قاعدتا کنفرانس ها هستن و سخت ترین جایی که عملا مقالات چاپ میشه نشریات JCR یا نشریات ISI دارای IF یا ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر هستند که عملا قوی ترین نوع نشریات علمی در دنیا محسوب میشن. ببینید ما مقالات مختلفی داریم. مقالات بر اساس اون خواست ما طبقه بندی میشن. این که شما چه خواسته ای، چه هدفی رو دنبال میکنید، نشریه هدف و مکانی که میخواید مقالتون رو چاپ بکنید رو برای شما مشخص خواهد کرد. خب در خصوص انواع مقاله خدمتتون یک توضیحات کلی رو عرض بکنه. ببین ما مقالات مختلفی داریم که طبقه بندی های مختلف دارن، نگارش های مختلفی دارن، اهداف مختلفی دارن و جاهای مختلفی هم برای چاپ عملا اینها خواهند داشت. بهترین، قوی ترین و بیس ترین، پایه‌ای ترین مقاله مقالات پژوهشی هستند که این مقالات نتایج حاصل از تحقیقاتن، نتایج تحقیق اصیل محققان، معمولا شامل بخش‌های مختلفی هم میشن که بخشاش رو در اسلایدهای بعدی خدمتتون میگم. بعد اون مقالات مروری داریم. همونطور که از اسمش پیداست مقالات مروری به بررسی و تحلیل ادبیات و موجود در یک حوزه خاص میپردازن. هدف اونم ترکیب و خلاصه سازی یافته های پیشینی، یعنی شما دیتایی از خودتون ندارید و میرید سراغ نتایج و مقالات افراد دیگه، اونها رو تجمیع میکنید، یک سوالی مطرح میکنید و یا به این سوال جواب میدید یا جواب این سوال رو بر اساس تحلیل ها و استدلال هایی که خودتون دارید ارائه میدید میگذارید بر عهده خوانندتون. مقالات بعدی گزارش یا نامه های کوتاهن که عملا قسمتی از داده های تحقیقاتی اصلی گزارش رو شامل میشن که سردبیران معمولا اعتقاد دارن که برای محققا اینها جالبه. چرا؟ چون اگر شما زمان زیادی نداشته باشید برای خوندن یک مقاله 20-25 صفحه‌ای، خوندن یک گزارش کوتاه شاید 2 صفحه‌ای بتونه به شما کمک بکنه. البته این رو هم میتونیم در نظر داشته باشیم که برخی از جزئیات توی مقاله ها به صورت کامل به خاطر سیاست هایی که نویسنده ها دارن منتشر نمیشه و ممکنه این نسخه زیاد کامل نباشه. مورد بعدی مطالعات موردی هستش که به طور خاص یک چند مورد خاص یا منحصر به فرد و مورد بررسی قرار میده که معمولا در علوم پزشکی و روانشناسی و مدیریت مورد استفاده قرار میگیرن. به شناسایی پدیدهای جدید هم عملا میتونن کمک بکنن.
مطالعات نظری هم که معمولا همونطور که از اسمش پیداست دارن نظریه پردازی میکنن. من مثال میگم خدمتتون، مثلا انقراض دایناسورها یک نظریه هست، یا اتفاقاتی که در حال کهکشان داره میفته یک نظریه هایی هستش که معمولا توسط دانشمندان کیهانشناس میتونن یک ماهیتی رو دنبال بکنن که عملا هر کدوم از اینها یک قالب خاصی داره، یک تیپ خاصی برای نگارش داره و انتخاب نوع مقاله بستگی به هدف مورد نظری داره که ما عملا داریم در پی میگیریم. نقد کتاب هم که خب بر اساس کتاب هایی که نوشته شده میان یه نقد هایی میکنن، مزایا معایب، حالا اونها رو ارائه میدن که مهمترین مواردی که ما انشالله در مورد اونها بیشتر کار خواهیم کرد، بیشتر بحث خواهیم کرد، مقالات پژوهشی، مقالات مروری هست. قاعدتا ارزشمندترین نوع مقاله مقالات پژوهشی هستند که بیشترین اعتبار رو در دنیا دارن و بعد اون مقالات مروری بیشترین کاربرد رو خواهند داشت. پس پیشنهاد من اینه که دنبال 4 مورد بعدی نباشید. زیاد به کار ما نمیاد، زیاد به کار پژوهشگران نمیاد. مقالات پژوهشی، مقالات مروری رو همیشه در ارجحیت قرار بدید. خب بعد از اینکه ما فهمیدیم مقاله چیه، اصلا هدف چیه، بیانیه های اخلاقیش رو، اصلا اخلاق در نشر رو، اینها رو فهمیدیم، انواع مقاله رو فهمیدیم، نوبت میرسه به این که ما کارمون رو شروع بکنیم. استارت یک کار گفتیم بر اساس سوال هست، کلمات استفهامی که خدمت شما عرض کردم. چرا این اتفاق افتاده، کجا این اتفاق افتاده، کی اتفاق افتاده، چطور میتونه انجام بشه، اینها رو در نظر میگیریم، میایم ایده یابی میکنیم. ایدیابی برای نوشتن مقاله میتونه یه خب چالش بزرگ باشه دیگه، اما خب ما میتونیم بر اساس رویکردهای مناسبی که داریم به یه ایده ها و نوآوری های قابل ارائه دست پیدا بکنیم. خب این کار چطور میتونه انجام بگیره؟ شما ببینید میتونید مطالعات گسترده‌ای بر کارهایی که قبلا انجام شده توی حوزه مورد علاقه خودتون داشته باشید، توی رشته خودتون داشته باشید. همیشه توی رشته کار بکنید که اولا بهش علاقه دارید، بعد توش تخصص دارید. اینطور نباشه کسی که زیست شناسی میخونه بره دنبال فیزیک، کسی که ادبیات میخونه بره دنبال مثلا رشته زیست شناسی. اینها عملا باعث خواهند شد کاری که دارید انجام میدید با کیفیت بسیار نازلی انجام بشه و عملا چون تخصصی درش ندارید کارتون واقعا به درد نشریات نخواهد خورد، نمیتونید اینها رو چاپ بکنید. پس تخصص و علاقه موارد بسیار حیاتی هستن که شما میتونید از اونها استفاده بکنید. عرض کردم مطالعات مقالاتی که در گذشته انجام شده شما میتونید اونها رو بخونید، از اونها ایده بگیرید. اینها بسیار مهم هستند. در ارتباط و تعامل با پژوهشگران اساتید باشید. کجا شما میتونید توی شبکه های مجازی، توی دانشگاهتون، توی کتابخانه ها، توی همایش ها، سمینارها، کنفرانس های علمی پژوهشگران اساتید بزرگی رو ببینید. قاعدتا اساتیدی که ما در خدمتشون بودیم بسیار آگاه تر از افراد نوپایی هستن که تازه میخوان پژوهش رو شروع بکنن. اونها ذهن بسیار پخته ای دارن، ذهن بسیار آماده ای دارن و میتونن بر اساس تجربه‌ای که دارن بسیار به ما کمک بکنن. مورد بعدی صفحه گروه های پژوهشی است که خب میان بحث میکنن، مواردی رو اعلام میکنن، میتونید تعامل داشته باشید، باشون صحبت بکنید. مشاهده مشکلات دنیای واقعی، اون چیزی که عملا توی زندگی روزانه داره اتفاق میفته، اینها رو میتونید ببینید. مشکل کرونا مشکلی بود که خیلی از شرکت رو به فکر واداشت، اصلا اجبار کرد برای تولید واکسن و دارو یا چیزهایی که به انسانها بتونه کمک بکنه. بعضا سازمان های فراخوان هایی برای طرحهای پژوهشی میزنن. به عنوان مثلا سازمان محیط زیست سالیانه فراخوانی داره برای بررسی یک طرحی، علاوه بر اینکه هزینه بهتون پرداخت میکنه، امکانات در اختیارتون قرار میده، شما میتونید تحقیق و پژوهشی انجام بدید و نهایتاً نتایج اون رو به صورت مقاله چاپ بکنید. ایده رو به شما میدن، امکانات رو به شما میدن و شما میتونید از اون استفاده بکنید. و مواردی مثل این که مثل حالا سوال کردن از متخصصان در شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرامشون، لینکدینشون، ریسرچ گیت و اینها، میتونید باشون بحث بکنید، ازشون سوال بپرسید. خوشبختانه دید خیلی مثبتی اکثر پژوهشگرا دارن به سوالایی که شما طرح میکنید، پاسخ بسیار جامع و کاملی میدن و نهایتا استفاده از ابزارهای نوین هست. ببینید ما در ادامه این
مباحث میخوایم به استفاده از هوش مصنوعی در نگارش مقالات بپردازیم. خب خیلی از سایت ها هستن که الان کار ما رو دارن راحت میکنن. اینکه چطور از اینها استفاده بکنیم، چطور بهش دستور بدیم، چطور ازش بخوایم که یک ایده خوب برای ما ارائه بده، چطور اون ایده رو با توجه به علاقه‌ای که خودمون داریم، با توجه به دانشی که داریم، با توجه به دیتایی که خودمون رفتیم جمع کردیم، چند تا مقاله خوندیم، از اساتید پرسیدیم، پخته تر بکنیم، به یک ایده بسیار عالی برسیم رو به امید خدا با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. خب ما مقاله پژوهشی گفتیم اصلی ترین نوع مقالات هستن که عملا ارزش بسیار بالایی هم دارن. ببینید مقاله نوشتن اجزای مختلفی داره، تیپ مختلفی داره. شما یک استاندارد خاصی رو باید براش در نظر بگیرید. این یک کلیت هست، اینها باید رعایت بشه تا نشریات، کنفرانس ها مقاله شما رو اصلا برای بررسی یا داوری قبول بکنن. خیلی از نشریات اگر این استانداردها رعایت نشه مقاله شما رو همون ابتدای کار از روند بررسی میگذارن کنار. کلیت کار به صورت عموم به صورت این عناوینی هستش که یعنی به این ترتیب هستش که از عنوان شروع و در منابع مقاله ختم میشه. عنوان عملا به صورت خلاصه یک خلاصه و اطلاعات دقیقی از محتویات هدف مقالاتون رو منعکس میکنه که دقت بکنید. نگارش عنوان، انتخاب عنوان خیلی مهمه، چرا که به جذب خواننده و اینکه اون رو ترغیب بکنه که مقاله شما رو بخونه بسیار کمک خواهد کرد. بعدش اسامی نویسندگان، آدرس آکادمیک رو درج میکنید. ببینید اینطور نیستش که شما بیاید اسمتون رو بنویسید، آدرس منزل یا محل مثلا کارتون رو که یک شرکتی، یک حالا دفتری هستش، مغازه‌ای هستش رو بیاد بنویسید. نه، مقالات علمی آدرس آکادمیک میخواد. آدرس آکادمیک همون آدرس دانشگاهی که شما درش تدریس میکنید یا مثلا درس میخونید، معمولا دانشکده‌ای که اونجا درس میخونید، گروهی که اونجا درس میخونید یا تدریس میفرمایید، و نهایتا دانشگاه محل تحصیلتون، عنوانش، شهرش، استانش، اینها باید کشورش به دقت همش نگارش بشه. فرمت ها رو خدمتون ارائه خواهم کرد. مورد بعدی چکیده است. از اسمش هم مشخصه. چکیده معمولا یه خلاصه از کل مقاله است که هدف، روش ها، نتایج، نتیجه تحقیقتون رو به صورت منحصر به فرد، یعنی به صورت مختصر و منحصر داره ارائه میکنه که معمولا بین 250 تا 300 کلمه متغیره و این چکیده شما باید به قدری جذاب و کامل باشه که خواننده واقعا دلش بخواد ادامه مقاله شما رو بخونه. شما استانداردهای خاصی رو باید داخل چکیده رعایت بکنید. میگم خدمتون به عنوان مثلا نمیتونید رفرنس بدید داخل چکیده، چون خیلی مهمه اینها رعایت کردنش. نمیتون پاراگراف ببندیدش. البته بعضی از نشریات یه فرمت خاصی رو دارن ارائه میدن که شما بیاید مقدمه رو جدا بکنید، روش رو جدا بکنید، نتایج و نتیجه گیریتون رو جدا بکنید، ولی در حالت کلی معمولا چکیده یک پاراگراف شامل از 250 تا 300 کلمه رو شامل خواهد شد. بعد اون شما به نگارش و مقدمتون میرسید. ببینید بخش مقدمه معمولا یه پس زمینه کلی در مورد تحقیقتون داره توضیح میده که شامل مرور ادبیات مربوط، بیان مشکلات، اهداف، اهمیت موضوع، اینکه شما چه فرضیه‌ای رو دنبال میکنید، چه کسایی چه کارهایی کردن، چه نتایجی رو به دست آوردن، اینها رو همه رو باید توی مقدمتون بیارید. مورد بعدی مواد و روش هستن که یک جزئیات کلی در رابطه با چگونگی انجام تحقیقتون ارائه میدن، به طوری که محققان بتونن این مطالعه رو بر اساس مواردی که شما دارید اعلام میکنید تکرار بکنن. ببینید شما هیچ چیزی رو نباید قایم بکنید. اگر کاری انجام شده حتما باید داخل مواد و روش ذکر بشه. مثلا جمعیت نمونهتون رو بگید، ابزارهاتون رو بگید، روش جمع آوری داده ها، آنالیزتون، اصلا نرم افزارهایی که ازش استفاده کردید، اینها همه و همه باید داخل بخش مواد و روش هاتون اصلا ذکر بشه که عرض کردم اگر یک پژوهشگر، یک نویسنده خاص این پژوهش رو تکرار بکنه، بر اساس اون مواد و روش شما به راحتی بتونه این رو انجام بده. مورد بعدی بخش یافته های شما هست که عملا میاید اون آنالیز هایی که انجام دادید
چیزهایی که به دست آوردید رو به صورت جدول و شکل و نمودار ارائه میکنید و اونها رو عملا میاد گزارش میکنید. تفسیر ببینید نمیکنید، میاد فقط میگید که این کار انجام شد، این نتیجه به دست اومد. مثلا ما مقدار برفرض مثال پروتئین X رو انقدر افزایش دادیم، مقاومت بدن، واکنش بدن انقدر مثلا افزایش پیدا کرد یا کاهش پیدا کرد. بخش بعدی بخش بحث هست. ببینید میایید در مورد نتایج به دست آوردید بحث میکنید، اینو تجزیهش میکنید، تحلیلش میکنید، نقاط قوت و محدودیتاش مورد بررسی قرار میگیره. توی بخش بحث شما عملا استفاده میکنید از یافته های سایر پژوهشگران. مثلا میگید من این رو به دست آوردم، من این کار رو انجام دادم، این نتیجه رو به دست آوردم. یک پژوهشگری در سال فلان یک پژوهشی با همین عنوان با همین شرایط انجام داده، اون همچنین نتیجه به دست آورده. یا نقض میشه یافته شما یا اصلا تایید میشه. اینکه شما یک جواب منفی داخل پژوهشتون به دست بیارید اصلا بد نیست، شما بالاخره یک نتیجه به دست آوردید. پس هیچ موقع دنبال این نباشید که حتما نتایج و یافته‌هایی که شما به دست میارید تطبیق داشته باشه با اکثریت جامعه. و نهایتا میایید بر اساس کل کارهایی که انجام دادید یک نتیجه گیری میکنید. این بخش خلاصی از اصلی ترین یافته ها نتایج تحقیق ارائه میکنه و ممکنه یه پیشنهاداتی هم برای تحقیقات آینده یا توصیه‌های عملی هم شما بدید. ببینید نتیجه گیری نهایتون پیشنهادات رو معمولا میتونه ایده های جدیدی برای پژوهشگران آینده باشه. پس شما هم میتونید داخل مقالات برید توصیه نویسندگان رو بخونید و از اونها برای ایده‌یابیتون استفاده بکنید. معمولا بعضی از مقالات علمی به صورت شخصی انجام میشه، ولی اکثر مقالات علمی یک مالکی دارن. مالک اونها معمولا دانشگاه، مراکز علمی، سازمان ها و نهادهای دولتی هستند که حتما باید در این بخش قید بشه که شما بر اساس کدوم طرح پژوهشیتون این مقاله رو دارید نگارش میکنید. علاوه بر مالکیت معنوی ممکنه یک استادی بیاد به شما کمک بکنه، حالا کمکشون کم باشه یا دلشون نخواد که اسمشون داخل مقاله باشه، شما در این بخش میتونید یک تشکری، یک سپاسگزاری از ایشون داشته باشید. و نهایتا بخش منابع یا مراجعی هستش که شما دارید ازش استفاده میکنید. ببینید مقالات علمی ما گفتیم مقالاتی هستن که شما حتما باید از یافته های دیگران استفاده بکنید، بتونید یک ایده ای رو داشته باشید، بتونید یک توضیحاتی رو ببینید ما خودمون کلا عالم مطلق در هیچ زمینه‌ای نیستیم. پس باید استناد بکنیم به صحبت‌ها، به حرف‌ها، به یافته‌های افراد دیگری. این علاوه بر این که مسئولیت شما رو کاهش میده، اعتبار مقاله شما رو هم میبره بالا. مثلا میگه در مورد برفرض پروتئین X بحث میکنید، این پروتئین X رو شما هیچ شناختی راجبش ندارید، فقط یک چیزی خوندید. این رو کجا خوندید خیلی مهمه. داخل کتاب خوندید، داخل مقاله علمی خوندید، داخل وبسایت خوندید. این رو باید اعلام بکنید که این اطلاعاتی که دارید ارائه میدید به خصوص بخش مقدمه و بررسی منابعتون بسیار مهمه. بعضی از آنالیزها هستن که این آنالیزها توسط یک محققین خاصی کشف شدن. توی بخش مواد و روشتون حتما باید قید بکنید که من فلان آنالیز رو انجام دادم بر اساس روش مثلا فلان دانشمند، فلان شخصی که در سال مثلا 2004 سال 2018 2020 این تحقیقات رو انجام دادم و این رو به ما ارائه کردم. پس حتما منابع باید به صورت کامل و جامع ذکر بشه. خود نگارش منابع فرمت های مختلفی داره، اون هم خدمتون عرض میکنم انشالله. خب برسیم به یه خود بازترش بکنیم این بخش های مقاله علمی رو. عنوان مقاله گفتیم که خب اولین چیزی که وقتی کسی مقاله شما رو باز میکنه باش سر و کار داره عنوان مقالتونه. خب خیلی شاید جمله خوبی باشه که عنوان اولین نقطه تماس نویسنده با خواننده است دیگه. شما یعنی باید عنوانی انتخاب بکنید بسیار جذاب باشه، عنوان نباید طولانی باشه، یک موارد رو باید درش
حتما رعایت بکنید که ارتباط مستقیمی با مقالتون داشته باشه. ما نباید موضوعی که در رابطه باش کار نکردیم، موضوعی که اصلا ربطی به مقالمون نداره توی عنوانمون بگیم. ببینید عنوانتون حتما باید کوتاه باشه و واضح باشه. مثلا تاثیر تنش خشکی در ارقام گندم نان در منطقه اردبیل. خب این یک نوع عنوان هست. ما اینو میتونیم اصلا کلا طولانیش هم بکنیم، ولی دیگه طولانی شدن باعث این میشه که خواننده واقعا زده بشه. از همون اول نمیخوام ما خوانندمون رو از دست بدیم. مثلا میگم همون عنوان بالایی رو میتونیم بگیم تاثیر تنش خشکی در 100 رقم گندم نان در منطقه. نیازی نیست ما همین ابتدا بگیم 100 تا گندم رو مورد بررسی قرار بدیم. این 100 تا رو توی بخش مواد و روشمون میگیم، ولی خب ابتدای کار چیزی که ما نیاز داریم اینه که عنوانمون خلاصه و چیزی باشه که عملاً به کار نویسندگانی که دارن ازش استفاده میکنن حتما بیاد. خب ببینید توی عنوان مقالتون نیاز ندارید که روش هاتون رو بیاید ارائه بکنید. نیاز ندارید. ما ببینید گفتیم توی ملاحظات اخلاقی گفتیم که حتما باید آبروداری بکنیم. ما نباید هویت جایی که داریم در رابطه باش بررسی و انجام میدیم، اشخاصی که داریم در رابطه باشون تحقیقی رو انجام میدیم، اینها به مثل شیوه ناشنوایی در کارکنان مثلا شرکت X. این شرکت تحقیقاتتون اگر نتایج مغایری داشته باشه متاسفانه میتونه از شما علیرغم اینکه شکایت بکنه اخلاقی هم نیست، ضربه بسیار زیادی هم به این شرکت میتونید شما بزنید. ببینید نیازی نداری که توضیحات و لغات اضافی داشته باشید. مثلا کودکان در سنین نوزادی همون نوزاده دیگه، چیزهای بیشتری رو نمیخواد بیاریم. ما هیچ موقع زمان و مکان رو معمولا میگم ذکر نمیکنم. ممکنه مکان رو بگم ولی دیگه زمان رو، بازه زمانی اصلا نیاز نیستش که شما بخواید داخل مقالتون اینها رو ذکر بکنید. خب عنوان مقاله رو ما نوشتیم، بعد اون میرسیم به اسامی. ببینید اسامی اسم خودتون می نویسید، آدرس آکادمیک، آدرس دانشگاهی که خدمتتون عرض کردم رو میتونید 2 نمونهش رو داخل این فایل مشاهده بفرمایید. ممکنه بعضی از اشخاص 2 تا وابستگی سازمانی داشته باشن. حالا من اینجا دانشگاه آزاد نوشتم، میتونن دانشگاه سراسری باشن، دانشگاه خارجی باشن، اصلا شما همکار خارجی داشته باشید. مثلا میگم به عنوان مثال آقای علی محمدی 2 تا وابستگی سازمانی داره، هم عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاهه، هم عضو گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه واحد مازندرانه. یا آقای رضایی فقط که شماره 2 جلوشون اومده عضو گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران. دقت بکنید استان نوشته شده، شهر نوشته شده، واحد نوشته شده، کشور نوشته شده، همه اینها باید بیاد. مورد بعدی این که ما یک مسئول مکاتبات داریم. این مسئول مکاتبات وظیفه های مختلفی داره. ببینید مسئول مکاتبات عملا به فردی میگن که با نویسنده ها ارتباط داره، باشون هماهنگ میشه، با مجلات هماهنگ میشه توی پیگیری ارسال مقاله، بررسی مقالتون، حالا وظیفه بازبینی مقاله، اصلاح اون ایراداتی که نشریه گرفته، انجام فرآیند انتشار، اینها رو دنبال میکنه. پس شد ارسال مقاله، ارتباط با مجله، هماهنگی با نویسنده ها، ارائه اصلاحاتی که نشریه خواسته، تایید نهایی مقاله و ارتباط پس از انتشار. چرا ارتباط پس از انتشار؟ ممکنه گفتم بعد از اینکه مقالتون چاپ شد یک مشکلاتی برای یک سوالاتی، یک مشکلاتی پیش بیاد. چرا درصد تشابهتون انقدر بالا؟ چرا این نمودار شبیه نمودار فلان مقاله است؟ پس اینطور نیست شما مقاله چاپ کردی تموم شد. نه اینطور نیست. ایمیلتون داخل مقاله قید میشه، ازتون سوالهایی ممکنه پرسیده بشه، حتما باید به این سوالا پاسخ بدید. بی جواب ماندن این سوالات منجر به از دست دادن مقالتون، بازپسگیری یا رترکت مقالتون میشه. خیلی خطرناکه. پس لطفاً ایمیلتون رو حتما حداقل روزانه 1 بار بررسی بفرمایید که از خطراتی که ممکنه شما رو تهدید بکنه در امان باشید. و مد نظر داشته باشید مسئول مکاتباتون باید مهارت‌های ارتباطی قوی داشته باشه، بتونه زبان انگلیسی حداقل قابل قبولی برای ارتباط با نشریه داشته باشه، دقت تو جزئیات داشته باشه، سرسری هر چیزی رو انجام ندیم، از روی هر موردی به سادگی رد نشیم، قابلیت مدت زمان رو داشته باشه. معمولا مقاله وقتی استارت میخوره خیلی علاقه داریم این مقاله جلو بره، ولی وقتی یه خورده کار سخت میشه
دیگه تو خیلی موارد مقاله به دست فراموشی سپرده میشه، کار انجام نمیشه. پس مدیریت زمان، اینکه یک مدیر خوب رو شما به عنوان مسئول این مقالتون قرار بدید بسیار مهمه. و نهایتا یک پیشنهاد خیلی خیلی ضروری خدمتتونم، همیشه اسمتون رو با یه فرمت بنویسید. معمولا این اسمایی که به صورت فارسی می نویسیم یک شکل دارن، ولی خب ضعف داریم توی نوشتن اسممون به شکل انگلیسی. مثلا علی محمدی 2 تا ام داره، نوشتن با یک ام توی جامعه جهانی یک شخص دیگری رو معرفی میکنه، نوشتن با 2 ام یک شخص دیگری رو داره معرفی میکنه. پس حتما دقت بفرمایید که اسامیتون با یک شکل خاص نگارش بشه. چرا که در نهایت به یافتن شما، به استناد شما به تعداد مقالاتی که شما اقلا نوشتید خیلی در نهایت آماری که میدن بستگی خواهد داشت. پس رعایت نگارش اسمتون با یک فرمت یکی از موارد بسیار بسیار ضروری خواهد بود. خب ما اومدیم عنوان رو گفتیم چه خصوصیاتی داشته باشه. بعد عنوان نوشتن اسامی، آدرس های دانشگاهیتون، ایمیلتون، مسئول و مکاتباتتون بود. و مورد بعدی مبحث چکیده است. ببینید چکیده مقاله بخش بسیار مهم و متراکمونه که به خواننده ها این کمک رو میکنه که به سرعت یک شمای کلی، ذهنیت کلی از مقاله شما رو به دست بیارن که آیا محتوای مقاله برای اونها مناسبه یا خیر. چکیده معمولا شامل یه عناصر کلیدی از جمله هدفتون، روشاتون، نتایجتون، نتیجه گیریتون میشه که حتما باید به اونها دقت بکنید که چه هدفی رو دارید دنبال میکنید، بیان موضوع اصلی و هدف کلی تحقیقتون رو بگید، تاکید بر اینکه چرا این تحقیق اصلا مهمه. روشاتون، یه توصیف مختصر از روش‌های تحقیقیتون داشته باشید، اشاره به جمعیت نمونه‌تون داشته باشید. نتایجتون که یه ارائه خلاصه ای از یافته های اصلی تحقیق معمولا با جزئیات که نشون داده میشه همراه خواهد بود. شفاف سازی نتایج کلیدی رو انجام بدید. بیان نتیجه گیری های اصلی و پیامدهای تحقیقاتون رو داشته باشید. اشاره به اهمیت نتایج و چطور این تحقیق میتونه گسترش پیدا بکنه داشته باشید. ببینید چکیدتون باید مختصر و واضح باشه. گفتم مثلا تا 250 300 کلمه، حالا 150 تا 250 هم میگم، ولی خب یک استاندارد کلی 250 کلمه‌ای رو اینها دارم و فقط شامل موارد ضروری بشه. از ارائه مواردی که شما نیازی به گفتنش ندارید، چیزهایی که عموما همه میدونن، خواهشاً صرف نظر بکنید. عدم وجود ارجاعات گفتم داخل چکیدتون، شما هیچ موقع منبع نمیدید، رفرنس نمیدید، نیازی نیستش که بگید من این رو از فلان کس دارم نقل قول میکنم. روی مبحث اصلی خودتون تمرکز داشته باشید، نیایید از این در و اون در موارد رو بنویسید. خیلی مهمه که رو کاری که شما کردید، رو موضوع اصلی که دارید حتما تمرکز داشته باشید. خارج از اون دایره اطلاعاتی که دارید ارائه میدید نرید. از زبان ساده ولی حرفه‌ای استفاده بکنید. از لغات پیچیده و تخصصی بدون نیاز خواهشاً دوری بکنید. نیاز نیستش که مثلا الان خیلی باب شده به جای اینکه بگم مثلا این رو دارم مزه‌دارش میکنم میگم مرینیتش میکنم. خب مزه‌دار کردن چیزی که عموم مردم دارن میفهمن، ولی خب ممکنه اشخاصی هم باشن که این مرینیت اصلا متوجه نمیشن. خب به خاطر همینی که دارم میگم وقتی معادل سادش هست نیاییم اینو پیچیدش بکنیم که خواننده ما هم سردرگم بشه، ندونه داره چی کار میکنه. پس چیزی مینویسیم که قابل درک برای خواننده ما باشه. چکیده باید طوری نوشته بشه که حتی بدون خوندن کل مقاله یه دیدگاه جامعی از مقاله به خواننده بده. داشتن یه چکیده خوب و شفاف میتونه تاثیر خیلی زیادی به جذب حالا اون پژوهشگران و خواننده هایی که دارید شما به عنوان هدف قرار میدید بکنن. چرا؟ چون نهایتا اونها از اطلاعات شما استفاده میکنن، بهتون ارجاع میدن. مقاله شما مقاله میشه که عملا توی دیتابیس جستجو مثل گوگل اسکالر و سایر دیتابیس ها بالا میاد، دارای ارزش اعتبار میشه و نهایتا خود شما دارای ارزش خواهید شد. خود نوشتن چکیدم خب اصلا تیپ نگارشیش هم روش های مختلفی داره. شما مثلا میگم ارقام رو نیازی نیستش که بیاید به صورت حروف بنویسید، به صورت عدد بنویسید کافیه. خب اینها رو اگر ما انشالله رعایت بکنیم میتونیم به امید خدا یک چکیده خیلی خوب هم داشته باشیم که با تمرین و استمرار با خوندن
مقالات دیگران میتونید به این قدرت و تجربه هم دست پیدا بکنید. ببینید بعد نگارش چکیدتون شما یک کلمات کلیدی یا همون واژه‌های کلیدی کیوردز رو باید انتهای چکیدتون داشته باشید. معمولا بین 3 تا 7 کلمه است که این کلمات کلیدی شما بر اساس مواردی که داخل مقالتون بررسی کردید انتخاب میشن. فاکتورهایی که بررسی میکنید، حالا جامعه هدفتون، بیماری، پروتئین یا هر چیز مشکلی که دارید بررسی میکنید، به طوری که اگر کسی در دیتابیس علمی بخواد این کلمات کلیدی رو جستجو بکنه، مقاله شما هم جز مقالاتی باشه که بهش پیشنهاد داده میشه. پس انتخاب کلمات کلیدی هم جز موارد بسیار ضروری هستش که باید بهش بسیار اهمیت داده بشه. مورد بعدی که به ترتیب داریم میریم پایین از ابتدای مقاله، بحث مقدمه است. ببینید در مقالات علمی معمولا ما یک مقدمه ای رو میایم نگارش میکنیم که این مقدمه یک نقش اساسی در جلب توجه اون خواننده ها داره. خب گفتم که شما قاعدتا میاید یک بیان مسئله ای میکنید، یک دیدگاه کلی ارائه میدید، بحث رو معرفی میکنید، یه مختصری ازش دارید اطلاعات میدید، یک مشکل خاص یا شکاف تحقیقاتی یا به وضوح بیان میکنید که اصلا چالش چیه، چالشی که من دارم مطرح میکنم چرا نیاز به تحقیق داره. ادبیات رو مرور میکنید، یک بررسی از تحقیقات پیشین ارائه میدید، به صورت مختصر کارهای کلیدی و مهمی که تو این زمینه انجام شده رو بیان میکنید. شکاف‌های یا نیازهای پژوهشی که پژوهشگران پیشین نتوانستند اونها رو حل بکنند رو دارید ارائه میدید، که ما مثلا دنبال سوالی هستیم که میخوایم بهش پاسخی براش پیدا بکنیم. هدفتون رو از این تحقیق میگه، بیان شفاف از اهدافتون، که تحقیق به دنبال دستیابی مثلا یک هدفی هستش که بر اساس سوالات یا فرضیه‌های مختلفی بنا شده. اهمیت و کاربرد کارتون رو میگید، بیان کنید که تحقیق شما چطور به شکاف‌هایی که موجود هست پاسخ میده، چه تأثیری اصلا توی حوزه علمی ما میتونه داشته باشه. نهایتا اشاره به کاربردهای علمیتون که این تحقیق چطور میتونه در محیط‌های علمی و عملی مورد استفاده قرار بگیره. ببینید ساختار مقالتون به صورت کوتاه باید توضیح بدید. ساختار مقدمتون این باید باشه که یک شروع جذابی داشته باشید، صلابت و دقت در بیان داشته باشید، از جملات روشن، از جملات خیلی شفاف و مستقیم استفاده بکنید تا بتونید قشنگ اون مفاهیم رو برسونید. یه ارتباط منطقی بین اون جملاتی که دارید میگید برقرار کنید. اینطور نباشه که یک چیزی رو بگید، یک مطلب دیگری بی ربطی رو به هم بگید که این وسط یک حلقه گم شده‌ای باشه و نتونید این دوتا جمله رو به هم ربط بدید. پس حتما مواردی رو که دارید میگید، صحبت‌هایی که دارید میگید منظم باشه، بتونید اینها رو به هم ربط بدید، به صورت منطقی و روون بتونید اینها رو توضیح بدید. از ارائه اطلاعات اضافی هم تا جایی که میتونید خودداری کنید. اطلاعات زیادی نیاز نیستش که ما حتما بنویسیم. نیاز شما مقالتون 50 صفحه باشه ولی بی کیفیت باشه، مقالتون 10 صفحه باشه مقاله با کیفیت تری باشه، خیلی دارای ارزش بیشتری است. این ساختارها اولا دارن به نویسنده کمک میکنن که بفهمن این مقاله در چه موردیه، چرا مهمه و چه انتظاراتی از اون مقاله میتونن داشته باشن. خب داخل این مقدمه که می نویسید گفتم اطلاعاتی از نویسندگان مختلف، پژوهش مختلف دارید ارائه میدید، پس باید داخلش منبع بنویسید. ذکر منابع باید ذکر بشه، این کاری که انجام شده برای پژوهشگر فلان در سال فلان هست، این نقل قول برای پژوهشگر مثلا X در سال X هستش. این حتما باید ذکر بشه. توی مقدمه از جداول شکل معمولا استفاده نمی کنن. ما از کتب درسی استفاده نمی کنیم. خب چیزی رو بزرگ نمی کنیم، نه یا یک چیز خیلی بزرگی رو بگیم که در ادامه کار توش بمونیم، نتونیم اینو انجام بدیم. ببینیم مشکل اصلی برخی از پژوهشگران ما، برخی از ماها هستن اینه وقتی پروپوزالی رو می نویسیم انقدر خوشحال هستیم، شاید انقدر
به عبارت عامیانه جوگیر میشیم، چیزهای بسیار بزرگی رو داخلش مینویسیم که فردا از انجام اونها ناتوانیم، نمیتونیم اینها رو به اون جایگاهی که باید به اون سرمنزل برسونیم. پس خواهشاً نه چیز رو بزرگ بکنید، نه اغراق بکنید، نه چیز اضافه‌ای بگید، نه از کلمات سخت و نامفهوم استفاده بکنید. تا جایی که میتونید ساده بنویسید، ولی خب حرفه‌ای اینها رو نگارش بکنید. خب ما گفتیم که منابع باید داخل مقاله شما، داخل مقدمه شما حتما ذکر بشه. خب ذکر اینها چرا مهمه؟ چون گفتم ما خودمون به هیچ عنوان مرجع علمی نیستیم، عالم علمی نیستیم. خب پس باید از اینها استفاده بکنیم. چه منابعی میتونن به ما کمک بکنن؟ کتب موجود در کتابخانه های علمی، کتابخانه های دانشگاه، کتابخانه های عمومی که کتاب هایی دارن که دارای بار علمی هستن. هر چیزی به عنوان منبع نمیتونه برای ما باشه. مثلا یک سایتی، یک بلاگی نمیتونه برای ما به عنوان منبع موثق مورد استفاده قرار بگیره. شما دارید مقاله علمی مینویسید، تا جایی که میتونید گزارش های علمی، مقالات علمی خروجی از نشریات، پایان نامه های دانشگاهی، کتاب های دانشگاهی، از اینها استفاده بکنید. از اطلاعاتی که سازمان های بزرگ مثل سازمان فائو، سازمان ملل یا سازمان هواشناسی کشور خودمون، سازمان کشاورزی، نظام پزشکی دارن ارائه میدن، دانشگاه ها دارن ارائه میدن، چیزی که آکادمی که روش بررسی شده، تحقیق شده، نظارت هست، استفاده بکنید. هر اطلاعاتی رو شما حق ندارید که بیاد ازش استفاده بکنید داخل مقاله علمیتون، چرا که فردا ضعف بزرگی برای مقاله خودتون خواهد بود. خب مورد بعدی بخش مواد و روش ها هستش. خب ما گفتیم که مواد و روش ها عملا بخشی هستش که شما به ارائه گزارش، ارائه اطلاعات از اون کاری که انجام دادید، از اون چرایی کارتون، چگونگی کارتون دارید میپردازید. توی مقاله علمی جزئیات دقیقی باید در رابطه با نحوه انجام اون تحقیق ارائه بدید. این بخش به گونه باید طراحی بشه که هر پژوهشگر، گفتم، بتونه اگر بخواد عین کار شما رو انجام بده، با استناد به مواد و روش شما بتونه همون کار رو انجام بده. شما باید توصیف دقیق از مواد و تجهیزاتتون داشته باشید. ببینید یه فهرست داشته باشید، تمام مواد شیمیایی، بیولوژیکی، تجهیزات همراه با منابع، مشخصات دقیق اونها، شرکت سازندش، دوزش، درجه خلوصش، همه اینها باید ذکر بشه. شرایط نگهداری و آماده سازیش، اطلاعاتی رو باید بهشون ارائه بدید. داخل یخچال نگه داشتید، داخل فضای بیرون نگه داشتید، داخل چه دمایی بوده، اینها بسیار مهم هستند. روش انجام، مراحل انجامش باید دقیقاً توضیح داده بشه. پارامترهای حیاتیش حتما باید، مثل عرض کردم، دما و زمان و فشار و اینها باید حتما ذکر بشن. نوع مطالعات رو مشخص کنید که این تحقیق چه نوع طراحی، مثلا مطالعه تجربی، مشاهده‌ای، تحلیلی، روش انتخاب نمونهتون، ویژگی های جمعیتی که مورد بررسی قرار دادید به چه شکلی هستش، ابزار و تکنیک های جمع آوری دیتاتون، اینکه مثلا پرسشنامه استفاده کردید، دستگاه های اندازه‌گیری که استفاده کردید چه دستگاهی بوده، ساخت چه شرکتی بوده، چه شرایطی داشته، کالیبراسیون دستگاهتون رو باید حتما بگید، رویه هایی که برای کالیبراسیون اونها داره استفاده میشه، استاندارد سازی داده ها رو چطور انجام دادید، روش های آماری، نرم افزار هایی که ازشون استفاده کردید، ریز به ریز باید داخل این مواد روشتون اعلام بشه که حتما باید نویسنده قانع بشه، متوجه بشه که چطور این کار انجام شده، کنترل خطاتون چطور انجام شده. بعد اشاره کنید آزمایش آیا تکرار پذیر هستش، نیست، آیا تکراری انجام دادید برای اینکه خطاهاتون رو پایین بیاد. معمولا توی آزمایش های علوم زیستی خطاهای انسانی دخیل هستش دیگه. شما باید بگید که برای پایین آوردن خطاتون چه کاری انجام دادید. مجوزهای اخلاقی که خدمتتون عرض کردم در بخش حالا اون موارد اخلاقی، ذکر هر گونه مجوز اخلاقی که شما اخذ کردید بسیار مهمه. مراحلی که اون مجوزها رو ازش گرفتید، در تحقیقاتی هم که به خصوص در مورد انسان و حیوان عرض کردم انجام میشه، بی نهایت مهم هست. این بخش مواد روش هم باید به صورت دقیق، کامل، سازمان یافته اعلام بشه که مواد روش شما کاملا در دسترس باشه، که
که بتونه یک اعتبار بسیار ویژه به مقاله شما بده. پس ما حق نداریم چیزی رو قایم بکنیم. اگر میخواید سالم کار بکنید، اگر میخواید صادقانه باشید، اگر میخواید مقالتون اعتبار داشته باشه، شفاف باشیم، چیزی رو قایم نکنیم لطفا. ابزارهایی هم که عرض کردم استفاده میکنیم و حالا افعالی هم که استفاده میکنم باید گذشته باشه. مثلا این کار انجام شد. چرا؟ چون من دارم الان مقاله آماده شما رو میخونم، من نتیجه تحقیقی رو میخونم که شما انجام دادید، الان گزارشش دادید. کاری که شما مثلا توی سال 2021 اون رو چاپ کردید و من اگه 2024 بکنم، افعال باید گذشته باشه. یعنی نگید که ما اومدیم مثلا اندازه‌گیری رو داریم انجام میدیم، نمیدونم داریم پرسشنامه ها رو جمع آوری میکنیم، بچه ها دارن بهشون پاسخ میدن، مثلا فلان جامعه داره بهشون پاسخ میده. نه، اینها نیست. پاسخ داده شد، فلان کار انجام شد، اندازه‌گیری ها انجام شد، آنالیز ها انجام شد، همه این کار افعالتون باید گذشته باشه. اینها رو هم حتما دقت بفرمایید. بعد میرسیم به بخش نتایج. گفتم که نتایج شما عملا وظیفه دارن که یافته های کلیدی تحقیق به وضوح و به طور منظم ارائه کنند. این بخش بدون تفسیر اضافی، ببینید تفسیر نداریم تو، تنها برای ارائه داده و نتایج آزمایش ها تمرکز میکنه که شما میتونید داده های خامتون رو ارائه بدید، پردازش داده هایی رو که دارید، نمایش داده پردازش شده گفتم به صورت نمودار باشه، به صورت جدول باشه، دیاگرام باشه. اینها رو هم میتونید به صورت اشکال مختلفی ببینید. جذابیت یک مقاله علمی الان به این هست که شما بتونید یک دیاگرام، یک شکل، یک گراف خیلی حرفه‌ای بکشید. اینطور نباشه که نمودارهای ستونی خیلی ساده رو با اکسل بیاد بکشید و چیزی که عملا همه میتونن انجام بدن. نمیگم خیلی پیچیدش بکنید، نه، ولی خیلی ساده بودن هم مزیت خوبی براش نیست. ببینید برای هر جدولتون عنوان خاصی بعد ارائه بکنید. عناوین جدول بالای جدول نوشته میشه، عناوین اشکال گرافا زیر اونها نوشته میشه. اینها رو در ادامه با هم تمرین خواهیم کرد و انشالله به اون مهارت خواهید رسید. ببینید تمرکز کنید روی نتایج مهمتون، نتایجی که ارزشمنده، چیزی که خب مثلا آب تشنگی رو برطرف میکنه. گفتن این نیاز نیست، خب، ولی این که چقدر آب تشنگی رو برطرف میکنه این خیلی مهمه. نیازی، چیزی که واقعا جامعه میدونه، چیزی که خیلی نرمال هست رو شما بیاید دوباره داخل مقالاتون روش تمرکز بکنید، نشون بدید که کدوم فرضیاتتون تایید شده، کدومشون رد شده. یک فضای کاملا روشنی از کاری که دارید انجام میدید رو داشته باشید. شاخصهای آماریتون مثل میانگین، میانه، انحراف معیار، اینها رو ارائه بکنید که یک درک بهتری رو بتونه ارائه بده. مقایسه ها و تغییراتی که داشتید رو حتما بگید که آیا این تغییرات شما، این اختلاف های شما معنیدار هست یا نه. توی علم آمار ما یه درجه های معنیداری داریم که حتما باید اینها ذکر بشن. ببینید شفافیت تو گزارشتون داشته باشید. ارائه تمامی جنبه های حالا داداتون، از حالا جمله داده های غیر منتظره، داده هایی که گفتم نیاز شما حتما نتیجه مثبت بگیرید. خب یه نتیجه غیر منتظره گرفتید، یه نتیجه اصلا متناقض گرفتید، اینها رو بی‌طرف گزارش بکنید. چیزهایی که شما به دست آوردید، یافته‌هاتون حتما باید به صورت بی‌طرف، به صورت صادقانه گزارش بشه. بحث کنید در مورد دقت و صحت کارتون، توضیح خطاهای احتمالیتون، محدودیت‌های تکنیکیتون میتونه بر کاری که انجام دادی تأثیر بذاره. اینها رو همه رو اعلام بکنید. خب مورد بعدی گفتیم که بحث جدای از بخش نتایج هست. توی این مبحث ما میایم عملا با استفاده از نتایج سایر پژوهشگران، کارهایی که اونها انجام دادن، نتایج خودمون رو بررسی میکنیم، بحث میکنیم، مقایسه میکنیم. میگیم که پژوهشگر فلانی در سال مثلا 2024 این نتیجه رو گرفته، ما همین نتیجه رو گرفتیم. یا نقص میکنه کار شما رو یا تایید میکنه. خب پس فرار نمی کنیم از چیزی که به دست آوردیم، شفافیم، صادقیم، بحث میکنیم بر اساس اون اطلاعاتی که پژوهشگران، دانشمندان، اساتید قبلی، پژوهشگران قبلی ارائه دادن. میایم یه نتیجه گیری خواهیم داشت. نتیجه گیری شما مهم هستش. چرا مهم هستش؟ برای این نتیجه گیری شما دارای اهمیت خواهد بود که این نتیجه که شما به دست آوردید میتونه یک راهنمایی برای این باشه که پژوهشگران بعدی از این استفاده بکنن، از
نتیجه گیری شما، از پیشنهادات شما استفاده بکنن، ایده های جدیدی بگیرن تا بتونن در آینده مقالات جدید، پژوهش های جدیدی رو ارائه بکنن. خب عرض کردم داخل بحث ما باید یک استانداردهایی رو رعایت بکنیم. یافته هایی که داشتیم رو خب گزارش دادیم، اینها رو تکرار نمی کنیم، مطالبی رو از جای کپی نمی کنیم، کاری که خودمون انجام دادیم داریم روی کار خودمون بحث میکنیم، مطالبی رو که توی مقدمه آوردیم مجددا تکرار نمی کنیم. داخل مقاله کلا یک جمله رو 2 بار نباید تکرار بکنیم. خب چرا؟ چون این اعتبار کار خودمون رو داره پایین میاره. اشاره به اطلاعاتی نکنیم که توی یافته هامون نیومده، چیزی رو که عملا بیان نکردیم روش بحث نکنیم، به کارهایی که هنوز تموم نشدن، به پژوهش‌هایی که هنوز ادامه دارن استناد نکنیم. این کار تموم نشده، چرا باید بهش استناد بشه؟ و اینکه به توجیهاتی بیش از اون توجیهات عقلانی نیاریم. عملا یک مواردی هستش که تا یه حدی میتونن توجیه بشن، تا یه حدی واقعی هستن، بیش از اون اگر بخوایم بهشون بپردازیم میشه اغراق، میشه بزرگدمایی و عملا فاقد ارزش خواهد بود. در خصوص حمایت و مالکیت های معنوی در ابتدا صحبت کردم که همون بحثی خواهد بود که شما اگر مقالتون مستخرج پایان نامه، طرح پژوهشی یا هر چیزی که مربوط به دانشگاه، ارگان‌های اداری و دولتی هستش استفاده کرد، باید به صراحت ذکر بشه که این مقاله مستخرج است، این طرح با این شماره هست که در این دانشگاه، در این سازمان یا اداره انجام شده و نهایتاً به خاطر کمکی که استادتون بیچشم داشت بهتون کرده یا یک شخصی حمایت مالی کرده، آزمایشگاهی آزمایشی براتون انجام داده، هزینه‌اش رو نگرفته، اینها رو میتونید ذکر بفرمایید. و مورد آخر بحث منابع است. ببینید نوشتن منابع خودش خیلی مهمه، اینکه چطور منابع رو ما انتخاب بکنیم، چطور بنویسیم. تیپ نگارشی رفرنس ها انواع مختلفی داره، صدها مدل مختلف داره، ولی همشون از یک روند استاندارد دارن پیروی میکنن. اینکه نام خانوادگی همیشه اول است، اول نام کوچک نویسنده بعد ذکر میشه، معمولا عنوان مقاله، نام نشریه، سال انتشارش، دوره و شماره‌ای که اونجا بوده، شماره صفحاتش، اینها همش ذکر خواهد شد. به صورت بسیار مفصل روی همین بحث خواهیم کرد، انشالله ویدیوی درست بکنم که چطور اینها رو شما بتونید پیدا بکنید. اصلا سخت نیست پیدا کردن اینها، نیاز نیست که شما به صورت دستی هم اینها رو بنویسید. معمولا تا 99% در فضای اینترنت قابل دسترسی هستش، ولی اگر پیدا نشه اینها استانداردهایی دارن که با مرور و تمرین میتونید بهش برسید. همه اینها هم در ادامه خدمتون خواهم گفت. خب حالا چطور در داخل متن بیایم رفرنس بدیم؟ ما نمیتونیم یک استنادی که ببین من برگردم اسلاید قبلی، هر کدوم از اینها یک میتونه رفرنس باشه. شما دقت بفرمایید به این رفرنس انگلیسی. ما اگر این رو داخل متنمون بخوایم قرار بدیم، ممکنه مقاله 70 تا 80 تا منبع داشته باشه، همه اینها داخل متن میخوان قرار داده بشن، این منبع ممکنه 10-20 بار تکرار بشه، بسیار حجم زیادی به مقالمون خواهد. پس چطور این کار انجام میشه؟ ببینید شما میاد فقط از اگر تک نویسنده باشه، ببین ما اولا 2 تا تیپ داریم دیگه، 2 تا تیپ رفرنس دهی داریم. رفرنس دهی های ما یا به صورت نام و سال هست یا به صورت عددی است. نام و سال اینه که فامیلی، اسم کوچیک نه، فامیلی شخص رو ذکر میکنید، سال انتشار مقاله رو مینویسید. و مورد بعد این است که به صورت عدد می نویسید. منابع رو انتهای متن که آوردید از شماره 1 تا مثلا شماره 50 60 70 هر چند تا بود طبقه بندی می کنید، اونها رو هر کدومش یک شماره بهش اختصاص میدید و داخل متنتون به صورت شماره اینها رو درج می کنید. برای همین هستش که معمولا منابع رو میان با استفاده از یک نرم افزاری مثل نرم افزار اند نوت داخل متن درج میکنن که اگر یک نشریه ای از شما خواست به صورت عددی باشه، منابع رو به صورت ناموسا درج کرده باشید، دیگه برای شما مشکل زیادی نباشه. با یک انتخاب گزینه، با یک کلیک کردن شما میتونید منابعی که به صورت ناموسال هست رو به عددی تغییر بدید و برعکس به صورت عددی هستش رو به صورت ناموسال اینها رو تغییر بدید. پس استفاده از ابزار
رفرنس دهی یا منبع دهی داخل مقالات بسیار کارتون رو راحت میکنه و تقریبا این چیز ضروری هستش. خب میرسیم به نکته اساسی که حالا یک پیش زمینه برای سایر مباحث هستش که ما قراره با هم مورد بررسی قبلیم. تا الان بررسی کردیم مقاله چیه، فهمیدیم مقاله چه بخشایی داره، چه عناوینی داره، چه چیزهایی باید رعایت بشه. این مقاله نویسی سنتیه. در حال حاضر هوش‌های مصنوعی AI چیزی هستش که بسیار موضوع بروزی شده، ترند شده، دارن ازش استفاده میکنن. اینکه چطور ما از هوش مصنوعی استفاده بکنیم، چطور از هوش مصنوعی برای کمک به خودمون، نه اینکه کل مقاله رو بدیم هوش مصنوعی برای ما بنویسه. ببینید هوش مصنوعی یک عیب بزرگی داره که بعضا اطلاعات فیک به ما میده، دروغ میگه. هوش مصنوعی تحت فشار قرار بدید قطعا بهتون دروغ میگه. نشریات پذیرفتن. من اینجا 3 تا از انتشارات های بزرگ دنیا رو، اشپرینگر و تیلور و فرانسیس و الزیویر رو گذاشتم که اینها پذیرفتن استفاده از هوش مصنوعی رو. توی بیانیه‌های اخلاقیشون هم گفتن که هوش مصنوعی خب استفاده کردید ایرادی نداره، ولی باید بگید چطور از هوش مصنوعی استفاده شده، باید بگید داخل مقاله هوش مصنوعی استفاده شده. اینطور نیستش که بیاید مخفی بکنید، به اینکه اعلام نکنید از هوش مصنوعی استفاده کردید. این مزیتی برای شما نیست. شما باید از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار کمکی استفاده بکنید، ولی نهایتا خروجی مقاله توسط شخص خودتون باشه. هوش مصنوعی به شما ایده میده، ولی خود ایده هوش مصنوعی رو استفاده نکنید. بیاید ایده هوش مصنوعی بر اساس دانش خودتون، چیزهایی که میدونید پخته ترش بکنید، از اساتید کمک بگیرید این ایده پخته تر بشه، بعد بیاید روش کار بکنید. کل مقدمه بررسی منابع رو هوش مصنوعی میتونه برای ما در عرض مثلا چند ثانیه ارائه بده، ولی بعد بررسی بشه. خیلی از این منابعی که هوش مصنوعی داره ارائه میده اصلا وجود خارجی نداره. خب اینها رو گفتم که بدونید هوش مصنوعی خوبه، ولی در این که خوبه خطرناک هم است. ما باید مواظب این باشیم که به خطرش، به دام این هوش مصنوعی نیفتیم، ازش به عنوان یک ابزاری استفاده بکنیم که فردا کمک حالمون باشه، نه موردی باشه که ما رو به خطر میندازه. عملا موردی که کوپ یکی از سازمان هایی هستش که داره کل بیانیه های اخلاقی رو دنبال میکنه. اکثر نشریات از بیانیه های اخلاقی کوپ دارن تبعیت میکنن که سازمان هایی هستش که بسیار بسیار دنبال این هستش که شما شفاف سازی توی مقالتون داشته باشید، هیچ دزدی ادبی نباشه، خلافی توی مقالتون نباشه. این سازمان به صورت مفصل اگر بخواید مورد بررسی قرار میدیم، یک ویدیو خوب براش میسازیم، ولی کوپ رو حتما در نظر داشته باشید. اگر توی نشریات دیدید براتون جای سوال نباشه. کوپ سازمانی هستش که عملا شما رو داره با اون بیانیه های اخلاقی که باید رعایت بکنید آشنا میکنه. این یک باید هایی هستش که شما حتما باید ازش تبعیت بکنید. رفرنس دهی غیر مرتبط، مطالب غیر مرتبط، استفاده از هوش مصنوعی، کتمان اون، استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، درصد تشابه بالا، اینها مواردی خواهد بود که حتما باید رعایت بشن و به امید خدا اینها رو توی این دوره خواهیم آموخت، با هم تمرین خواهیم کرد و مقاله‌ای که خواهیم نوشت به بهترین شکل ممکن خروجی خواهد داشت. این مبحث رو همینجا به اتمام میرسونیم. به امید خدا ویدیوها رو تخصصی تر خواهیم کرد روی مباحث مختلف با استفاده از هوش مصنوعی. معرفی هوش های مصنوعی مختلف انشالله تمرکز خواهیم داشت و اینها تکرار خواهیم کرد، تمرین خواهیم کرد با هم که نهایتا تبدیل به یک نویسنده بسیار قهار، به یک داور بسیار قهار تبدیل خواهید شد که به امید خدا میتونید برای آینده خودتون و برای جامعه و دانشگاه کشورتون مفید باشید. موفق و پیروز باشید.